خدایا، تو میدانی که انسان بودن و انسان ماندن در این دنیا چه دشوار است. میدانی چه رنجی میکشد آن کس که دلش سرشار از احساس است، آن که با هر زخمی میشکند و باز هم لبخند میزند، با هر بیمهری میسوزد و باز هم مهر میورزد. خدایا، سخت است در این جهان بیرحم دل را زنده نگاه داشتن. سخت است آدمی بودن وقتی باید با بی‌عدالتی ها، دروغ ها، بی‌وفایی ها کنار آمد. اما امید من به توست که تو پاداش دلهای پاک را میدهی و تنها تویی که میفهمی زخمهای پنهان یک انسان را.